سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل مالتان گیمینگ. اگه میخواید یه آیرن فارم ساده و سریع داشته باشید در ماینکرافت، حتما این ویدیو را تا آخر ببینید. اگه تازه به این چنل اومدید، حتما چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ ویدیو تا ببینیم این آیرن فارم ساده رو چطوری درست کنیم. خب اول از همه به ویلیجر نیاز داریم. ویلیجر از زامبی میترسند و آیرن گولم درست میکنن و اینجا وسایل مورد نیاز رو داریم. این چیه؟ وسایل مورد نیاز رو داریم. وسایل مورد نیاز رو هم میتونید اسکرین بگیرید، چیزایی که نیاز است رو جمع کنید. خب همه اینا رو بر میدارم و میرم سراغ ساخت آیرن فارم. اول از همه 5 تا درد میذاریم، میریم بالا و یه دونه سنگ میذارم و روی اون سنگ پستون رو میذارم. بعد کنار اون سنگ یه درد میذارم. این درد به خاطر این میذارم که بعدا بتونم براحتی اینا رو پاک کنم. خب یه 3 تا سنگ میذاریم، یه درد دیگه اینجا میذاریم و یه سنگ جلوش میذاریم و 2 تا دیگه این ور میذاریم. خب حالا ریپیترها رو بر میداریم، ریپیترها رو به این صورت اینجا میذاریم و تا آخرش میکشیم. هر 4 ریپیتر رو که گذاشتیم ردستون رو بر میداریم، یکی اون طرف و یکی اینجا میذاریم. بعد این درتا رو جدا میکنیم و البته اینو میذارم که لازم هم میشه. بعد یه سنگ اینجوری این ور میذارید، یه سنگ هم این طرف میذارید و یکی دیگه این ور بذارید. اینجا رو با سنگ بپوشونید. این سنگ رو اینجوری میذاریم. بعد تخته رو بر میداریم، تخته رو دونه دونه روی این سنگ ها میذاریم. بعد کنار این تخته اون کمپرسر رو میذاریم که ویلیجرها اینجا شغل خودشون رو داشته باشن. بعد رو اینا یه ترپدور میذاریم که ویلیجرها نتونن از اینجا رد بشن. یه درد اینجا میذاریم که میخوام این ترپدورهای بقیه که واسه زامبی میذارم رو اینجا مستقیم به این شکل اینجا بذارید. وقتی اینا رو باز میکنید اینجوری مستقیم باشن. خب این درد از اینجا بر میداریم، اینجا زامبی قرار میگیره و نتونه اونور فرار کنه. خب اینجا رو میپوشونیم با سنگ. حالا این کناره های اینو با گلاس یا همون شیشه میپوشونیم. دیواره اینجا رو با گلاس درست میکنیم تا هم یه نمای خوشگل بهش بدیم، همین که ویلیجرها از اینجا نیفتن پایین. خب این شیشه رو که گذاشتید، بعد طرفدورهای بقیه طرفدورها رو اینجوری اینجا میذاریم که نه ویلیجرها برن تو اون سوراخه و این که اون زامبی نیاد کنار ویلیجرها. خب حالا باید بریم اون ویلیجرها رو بیاریم داخل این. برای این که اول اینجوری میایم پایین تا که صدمه نبینید. بعد با کمک درد یا همون خاک شن چیه بر میداریم و میریم بالای راه درست میکنیم. البته این ویدیو رو من وایس اوور کردم چون موقع ساخت ویدیو نتونستم صدا ضبط کنم. خب با زدن این ریلا پاور ریلا میذاریم که سریعتر این ویلیجرها بتونن بالا برن. کنار این پاور ریلا هم ردستون تورچ میذاریم که روشن بشن. خب حالا ویلیجرها رو از اینجا میفرستیم بالا، اینجوری به راحتی میرن بالا، دیگه نمیخواد هولشون بدیم. وقتی رفتن بالا برید داخل اون و مواظب باشید که به خود ویلیجر ضربه نزنید و این ماینکارت رو بشکنید. خب با کمک آب میریم بالا. اینجا یک تایم لپس کوچک گذاشتم تا اینا رو ببینید چطوری بردم بالا. خب وقتی اینا رو آوردیم این چست رو میذاریم کنار این سنگ و هوپرا رو میذاریم بالاش به این ترتیب. خب حالا اینجا رو میپوشونیم، سقف اینجا رو درست میکنیم ولی اونجا رو خالی میذاریم به خاطر این که میخوام زامبی رو بیارم داخل اون بیاندازم. خب این که درست شد زامبی میاد اینجا
کناره‌اشو میپوشونم تا که زامبی بیاد داخل این بیفته. خب اینجا هم یه درت میذارم چون که میخوام وقتی اومدم اینجا یه جمپ بزنم رو اون تا زامبی بیاد داخل این چاه بیفته. خب یه راه دیگه درست میکنم برای زامبی. حالا باید منتظر بمونم تا شب بشه که زامبیا بیان. و این هم یه تایم لپس کوچک از آوردن زامبی. این زامبی هر کاری کردم نمیرفت داخل، میخواستم اولش بدم که خودش افتاد. خب همه درتا رو بر میداریم تا زامبی دیگه نیاد و بالا اینو میپوشونیم تا که اگه گولمی اومد به این صدمه نزنه. حالا یه درت اینجا میذاریم، میخوام برم نیم تگ اینو بزنم تا که این زومبی گم نشه یا این که دی اسپون نشه. خب چون که الان شبه باید برم بخوابم و صبح که اومدم بالا دیدم یه آیرن گولم اومده اینجا دیگه. بعد این کناره‌اشو باید با وال یا امون دیواره بپوشونیم تا که این آیرن گولم‌ها به پایین نرن. اینجوری اینا رو میپوشونیم. به هر والی که خواستید میتونید اینجا رو بپوشونید. من از اینا خوشم اومد چون یک ویو خوبی بهشون میده. خب اینا رو که گذاشتیم این وسط و به دو تا وال دیگه میذاریم و ساین بوره رو میذاریم کنار این وال بالایی، وول یا همون دیواره بالایی. چون نمیتونید به بالایین برید یه درت میذاریم تا که راحت بتونیم بالای این دیوار بریم. خب این ساینا رو که گذاشتیم بقیه ساینا رو هم بالای این با زدن روی اون یکی ساین میتونید بذارید. خب اینا رو که گذاشتید باید لاوا رو داخل اینا رو بذاریم. خب اینجا بذاریم لاوا رو. خب اینم از این الان مونده آبا رو بریزیم، یه آب از این ور و یکی از این ور تا گولم به وسط هدایت بشه. خب اینم از ساخت آیرن فار. چقدر ساده بوده. خب میریم بالا. الان یه چیز دیگه باقی مونده، میریم بالا و یه دونه ردستون تورچ اینجا میذاریم تا که این زامبی بره بالا و بیاد پایین تا بهتر اون ویلیجرها رو بترسونه و زود آیرن گولم اسپون بشه. خب اینجا هم نردبان میذاریم تا که راحت بریم بالا و بیایم پایین. من اینجا یه دونه اتاقه که FK گذاشتم تا که یه ساعت اینجا FK وایسم ببینم چقدر آیرن بهم میده. خب اینجا وایسادم تمام شبو. 1 hour later. صبح که شد رفتم بالا ببینم چقدر آیرن بهم داده. خب اینجا رو ببینید، واو، یه چست کامل تو یه شب. خب این بود از این ویدیو. امیدوارم از این فارم خوشتون اومده باشه. در آینده میتونم این فارم رو بزرگترشم کنم. برای دیدن اون ویدیو حتما چینل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید تا که در ویدیو آینده بهتون بگم چطوری این فارم رو میتونید بزرگتر کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه خدایا رو نگهدارتون. به قول ما بلوچا باز منتوار.